ستاره زرین اما ضرور مچه. یکی از اکای سعید رو مردک میگه و یکی از اکای کامیل رو. و اوزیجو آموخته شدگیم راستی گپ با مقصدم رسیدم. ای یاری دل آزارم منم عاشق زارم، او درده که تو داری او درد من هم دارم. خب اپای من جبانو برای شما دشواری ندارد چون هر روز با آن همین من الف با میخوانم برا کیه؟ من ویم وام. من کلان میشوم قهرمان میشوم. ای بچه وعدتی عجب لب شکری. درود و سپاس عزیزان دل. برنامه گل ناز را از سامانه فرهناز لایف پیشنهاد شما میگردانیم. مهمان امروزه ما هستم منیژه از گروه عربشاه. سلامت باشین. شما رو خوش آمدید میگیم به برنامه گل ناز. رحمت کبا فراموش. سلامت باشن. اپا جان برنامه گل ناز رو تماشا کردید؟ بله. خوب میدونید چگونه شرط ها دارد. سلامت باشن. اپا جان خوب اگر حاجت به فهماندن نیست شروع میکنیم. شرط اول سرودخوانی. خوب اولین سرود رو من میخوانم، آخرش با کدام حرفی که تمام شد شما سر میکنید. خب یک اگر ندونیم چی باید یک کس در بین غالی برایت کدامی که غالی میبرد توفه انتظار است. خب ستاره زرین اما ضرور مچه، دخترات قریب اما غریب مچه. بله. ای یاری دل آزارم منم عاشق زارم، ای یاری دل آزارم منم عاشق زارم، او درده که تو داری او درد من هم دارم، او درده که تو داری او درد من هم دارم. مرا محبت تو کشت منم اسیریان نگاه، نگو سخن درشت مگو که عاشقی گناست. تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم، تا تو را دیدم جان تا تو را دیدم، سخنای کم و زیاد ای پریزاد است شنیدم جان تا تو را دیدم. هی سخنای کم و زیاد ای پریزاد است شنیدم جان تا تو را دیدم. بهترین بومه. مرو از من حبیبی من با درد من طبیبی من. نه قطعا دو مصرا میگم پیمانی. نه بله. نازنی نازد به نازم تا ابد بیمان کنارم، فدای حسن و جمالت من به عشق تو بنازم. با میکردی میکردی سرود هست دیگه. نه من کلان میشوم قهرمان میشوم، بر وطنی خودم پاسبان میشوم. مرحبا. من الف با میخوانم برا میخوانم، الف با این صورتش بهترین قبول. توبه. رفتم به سفر من از دیارت، گفتم که برایت هدیه بیارم. بومه. خب 10 ثانیه وقت داره پیمانیشه. یک قلبي استماع شیرین میکردی دوشتو من خدا. 2 3 مخلصانی عزیز. مفتونم کردی خماری بچه، دل خونم کردی خماری بچه، عاشق زارتم بجان خریدارتم، عاشق زارتم بجان خریدارتم، مفتونم کردی خماری بچه. یک جهان تشکر زیاد. زنده باشین. بهترین آواز. آخرش با چه حرف بود؟ به ما باختم به فکر من. سلامت باشین. غالی برآمدین. مبارک باشد اپا جان. خب میگذاریم به شرط دیوم. یک چند سوال ها رو به شما پیشنهاد میکنم. خب آید کارتان. خب اپای من جبانو برای شما دشواری ندارد چون هر روز با آن همین صحنه های هجو بازی کردن، یعنی که در نقش هایی که هجو مجبور است باید شما بیننده رو خندانید. دشواری ندارد؟ راستیگه فراناز جان اول بود دشواری میکرد. اوزیجو آموخته شدگیم راستیگه در نظرم نمیتونه چه آموخته شدگیم جه.
خب سوال دیگر به من یک تا مخلص از سوال رو پیشنهاد کرد که به شما بدهم، چون در همه رول یکی از اکای سعید رو مردک میگوید و یکی از اکای کامیل رو و اکای عموما مردک میگوید، با آنها نقش بازی میکند و چگونه است آن همین نقش آفردن با همه آنها و در بیرون شما رو چگونه قبول میکنند؟ راستی گپ اکا وای صحنه های خب مقصد ما صنعتکار باید بفهمه ای صنعت بیرون نمیفهمن که مثال در صحنه چی گپه. لیکن مقصد ما سعدی را اکای کامیله اکای سنت اکای فخرین همشون رنگ اکان دما، لیکن وای صحنه که وای چی رو دما میتیان ما وای رو بازی میکنم. لیکن بسیار کسا میگن که سعدی را مردک میگی وای شوته کامیله مردک میگی شوته، نه همه وای برادرای من. سلامت باشن. میدین اپای من جوانو چرا میخواهم بفهمم که عموما در آن همین ساحه که شما هستید یا اون کس شده است که حالتی که سخت از اون کس شما را رنجانده باشد، رنجیده باشد از اون کس برای صنعت؟ بله عموما در راه صنعت از بیرون از آن است که دل‌آزرده شده باشد و بگه که انا همین هنر رو ترک میکنم. نه حالا نشده نه و پشیمون هم نیستید از انتخاب کرده هنرتان؟ ما این کسبی صنعت کاری، ما ای خوردی صنعت کاری را کسب مقصد ذوق داشتم، لیکن با مقصد با مقصدم رسیدم. خب سلامت باشد. چی داد آن همین هنر حجب نگار شدن با شما؟ چی راه خوبی را داد، چی راه بدی را داد برای شما؟ ما در راستی گپ همین قشرای خوبیم همین قشر ما چیه که با همه صنعتکارا شناس شدم، دوست شدم. مثلا ما ویا را در تلویزیون میدیدم، در کنسرت ها میدیدم. خدا با شکر میکنم که چی صنعتکارایی که میشناسم حرمت میکنن، ایسابی که خوبی من رسیدگی ممکن که خوبی من رسیدگی نباشه، خیلی حرمت چون میکنم، حرمت میکنن و یگام در ندیدم. خب بدی ندیده؟ نه انشالله که هیچگاه نمیبینه. خب چی نقشه ها دارد در جده آن همین صنعت؟ در نقشه هم همیه که میخوام که سرودای خدمه کنم، پیشکش مخلصا برارم، میخوام که کوشش کنم، میخوام که کنسرت خدمه بدم، همین چیزا میخوام. خب اپای من جواب، چون این گفتم من برایم یک سوال اومد، چرا شما ماس انتخاب کردید حجب نگار رو حاضر باشد میبینیم که شما سرود هم میخونه، چگونه این انگیزه در دل شما؟ راستی گپ چند کس مرا گفتن که مقصد منجد خطری هم خیلی هستی که همه طرفای دست هنر میبیا، هم حافظگیش هم میتونی، هم صنعتکاری هم صنعتچه بازی کردن هم میتونی. خیلی بعد بدن آدمایی که مثال گپ ما پرسیدم شونه گفتن من جبونو تو میتونی میکاره و داش میبروی مرحمت صنعتچه بازی کنه، سرود هم حافظگی مقصد کردن میگه. خب اگه پیشنهاد کردید اگه سرودی که برای مخلصان یا اگه کلیپ است که اون سرود است نصیب کردگی باشد، اگه سرود کردگیم یک تاشا نصیب خدا خواه با نزدیک کلیپش میکنم، پیشکش مخلصان خدا خواه. اگر مخفی نباشد برای انا همین مخلصان سامانه فرهناز لایف انا همون سرودی که حالا تیار کرده است یک 4 یا 8 مصرعش رو پیشنهاد میکرده. ای بچه وعدتی عجب لب شکری، سوزاندی هزار روز دنبال منی. ای بچه وعدتی عجب لب شکری، سوزاندی هزار روز دنبال منی. تو قهر و غضب داری بکار دل من، تو قهر و غضب داری بکار دل من. ای من دل به تو دادیم تو به خبری، ای من دل به تو دادیم تو به خبری. بیا بیا ای بچه وعدتی، با یک نگاهی بنازد دل و جان ما میبری. بیا بیا ای بچه وعدتی، با یک نگاهی بنازد و شاید ما میبری، و شاید ما میبری. ای بچه وعدتی تو را یاد کنم، پشتی خانتان روم و فریاد کنم، فریاد کنم ولی جوابم ندهی، فریاد کنم ولی جوابم ندهی. ای یک نگاهی پرش که تو را یاد کنم، ای یک نگاهی پرش که تو را یاد کنم. یک جهان تشکر زیاد، زنده باشین، سلامت باشین، به نهایت آوازی خورم اپا جان. خب میگذاریم به شرط سیوم. شرط سیوم اپا جان، آن همون نقشه رو که خودتان دوست میدارد آن هم را بازی میکردید. نقش صنعت شما؟ بله.
من راستی گپ همه صحنه‌چامون همه نقشامون نقش میبینم همه نقشامون ده هستیم اگر همون صحنه‌چه در منم نباشم که منم میمونم همه صحنه‌چامون نقش میبینم و خاک توقع چرا بازی کنم مرحمت راستی گپ فرانوش جان این صحنه‌چه که از من بازی میکنم در خانه اکای دوست برو چون بودیم در سنگتوده موندیم با ما بازی میکنیم خیلی سلام علیکم سلام یگام کس از خونه تونده کیه؟ من ویم وام ما در خطای رسیده بکو اگر که باز استادا می بودن بسیار خوب میشده که بخشش زیاد که به استاد خوب تو قم قبازی کده میتونم سلامت باشن اپا چی گفتنی ها داره در آخر برنامه چگونه بود پسند آمد و یا نه راستی گپ فرانوز جان برنامه تون بهترین برنامه سلامت باشن رحمت ترم سلامت باشه که هزار رحمت کلان تدام مخلصادم که ما را دعوت میکنه ده هم خیلی برنامه ها ما اشتراک میکنیم کمی هم باشه وقتی مخلصا را خوش میگردونیم زنده باشین سلامت باشین کسی که اگر که فرانوز زنگتون میزنه برای برنامهش نه نگیم بیایم بهترین برنامه زور بشخی وقتی ختونم خوش میشوه سلامت باشین زنده باشین بار دیگر خوش آمدین اپا جان خب تماشابینان عزیز اینجا رسیدیم به فرجام برنامه گل ناز تا برنامه های دیگر شاد و پیروز بمانید خیر دوستان عزیز